سعی کنه وطندارا. یکی 1403 ما مقاومتگران ولسوالی‌های نرین‌های ولایت بغلان مقاومت مقدس ما در پایه‌های ولسوالی‌های نرین‌ها عملاً ادامه دارد. خب میگه عقل نباشه، سابق میگفتیم جان در عذاب است. جان در عذاب نیست، جان از بین میره که عقل نباشه. تاریخ خدا میگه، دینی تاریخ موقعیت خدا میگه و به کی میگه؟ به یک حکومت، به یک نفر دو نفر هم نمیگه، به یک حکومت میگه که من اینجا هستم دستت خلاص. وا چی میکنه؟ ضد اسلامی امارت دفاع وزارت سرقت لمړی کنډک. آرام سی، تیار سی، استقامت اماغه جای، موزون قدم مرش. اونک رفت سرش از زیر بالش میکنه، پس جمع نظام استاد میشه. باز میگه مجاهدین استری مشای، وظیفه سر تا رسیده، نظام پایته. خلاص اینی نفر اولادم داره، خانمم حتما داره، فامیل داره، برای خانم بیوی ازمی و چند تا رفیقایش حتما چند تا لودای دیگه هم کتش رفتن. اولاد از یا به خانم از یا کی نان میته؟ تو میگه احمد مسعود میته؟ ایجابه خیالی میته؟ واکلشان چه روز ده ایشونوش هستن، فقط معطل خارجی است که کی کمکشان میکنه. بازی پیسا رو در جیب پرته، بازی نت یک چند تا ساده لوده روان کنه به کشتن. خود از یا چرا نمیره؟ اون روانش کرد، حالا خدا ببخشش، به این زن و اولاد یتیم کس نان نمیته. اولادش گدایگر میشه، خانمش اگر خوب بود اون در خانه خواد ماندگنه وان به فحشا رو میاره از ناگزیر، از مجبوریت. یک اقدام جاهلانه نکنین، خود را به کشتن نتین. هیچ وقت 5 نفر 10 نفر امارت از بین نمیره. دل ما برتان میسوزه. ما برات میگم جنگ نکنین، ما را دو میزنین، دشنام میتین. کسایی که تشویقتان میکنه به کشتن میتیتانه، از اونا تقدیر میکنین. دیگه خدا یار جانتان، ما چیز نمیگیم.